سلام به همگی. توی دنیای پرسرعت امروز شاید شما هم گاهی حس می‌کنید جای خالی لمس و اون صمیمیت فیزیکی یکم بیشتر حس میشه. امروز می‌خوایم یه نگاه عمیق‌تر بندازیم به منابعی که در اختیارمون گذاشتید، مخصوصا یه فصلی که تمرکزش روی اینه که چرا ما آدم‌ها اینقدر دنبال تماس فیزیکی با حیواناتیم. یه پدیده‌ای که منبع بهش میگه قرابت‌های جایگزین. جالبه که هم به حیوانات خونگی نگاه میکنه، هم به یه دنیای خیلی متفاوت، یعنی حیوانات آزمایشگاهی. دقیقاً. و هدفمون اینه که با هم لایه‌های این موضوع رو یکم باز کنیم و ببینیم چطوری و چرا حیوانات، حالا چه اونایی که کنارمون هستن چه اونایی که کمتر بهشون فکر میکنیم، این نقش مهم رو توی پر کردن نیاز ما به لمس و نزدیکی بازی میکنن. خب یکی از نکات اصلی اینه که وقتی اون تماس فیزیکی آرومبخش رو مثلا تو روابط نزدیکمون کمتر داریم، انگار ناخودآگاه دنبال یه چیزی جایگزینش میگردیم. بله، و خب حیوانات خانگی مثل سگ و گربه خیلی وقتا اولین گزینن. آماری که توی این منابع اومده واقعا راستش آدم رو متعجب میکنه. سالی میلیاردها دلار و یورو فقط تو آمریکا چند تا کشور بزرگ اروپای غربی مثل آلمان، فرانسه، بریتانیا صرف نگهداری این حیوانا میشه. صحبت از فکر کنم بیش از 150 میلیون سگ و گربه فقط تو همین 4 کشوره. منبع حتی تخمین میزنه که سالی حدود 150 میلیارد بار تماس بدنی بین آدم‌ها و این حیوانات اتفاق میفته. 150 میلیارد بار، این عدد خیلی بزرگیه، نشون میده یه نیاز عمیقی پشتشه. دقیقاً، این فقط یه نوازش ساده نیست، یعنی میلیون‌ها نفر هر روز دارن این ارتباط رو برقرار میکنن. و جالبه که منبع توضیح میده چرا مثلا ما سگ و گربه رو یه جور دیگه ناز میکنیم. انگار یه منطقی پشتشه، نه؟ آره، یه مفهومی به اسم جایگزینی آناتومیک رو میاره وسط. میگه که نوازش کردن پشت سگ که سفت‌تره یه جورایی میتونه جای لمس پشت یه آدم دیگر رو بگیره. ولی گربه با اون نرمی و موهاش بیشتر حس لمس سر و موی یه آدم رو میده. حتی منبع میگه گربه مثل یه سر پر از موی جایگزینه. یه سر پر از موی جایگزین. عجب تعبیری. برا اسبم چیزی گفته؟ آره، کوتاه اشاره میکنه که نوازش گردن اسب به خاطر ساختار و قدش اون حس جایگزینی رو بهتر میده. اما خب نویسنده یه نگاه انتقادی هم داره دیگه. میپرسه که آیا این همه توجه به حیوونا یه جور حیوان پرستی نیست یا نشونه اینه که تو رابطه انسانیمون شکست خوردیم؟ ببینید، منبع جواب میده که این رابطه با حیوونا معمولاً کنار روابط انسانیه. یعنی بیشتر میاد یه سری خلاهای عاطفی رو پر میکنه، نه اینکه لزوماً جایگزین کامل باشه. یه آزمایش فکری هم مطرح میکنه که جالبه. میگه فرض کنید همین فردا همه حیوانای خونگی غیب بشن. آیا اون 150 میلیارد تماس و اون همه محبت همین جوری مستقیم میره سمت آدمای دیگه؟ احتمالاً نه به این سادگی. منبع هم همینو میگه احتمالاً نه، چون این نیازها و ابرازشون پیچیده تر از این حرف هست. این نیاز به تماس انقدر قویه که خب گاهی خطرناک هم میشه. منبع به اون میل شدید برای لمس حیوانات وحشی تو باغ وحش اشاره میکنه که گاهی اتفاقای بدی هم افتاده. اما بعد یهو بحث رو میچرخونه سمت یه تضاد خیلی عجیب. حیوانات آزمایشگاهی. دقیقاً، این تضاد یکی از بحث‌های اصلیه. از یه طرف نگاه علمی هست که میگه باید عینی نگاه کرد، فاصله عاطفی رو حفظ کرد و خب استفاده از حیوانات برای پیشرفت پزشکی لازمه. مثال‌هایی مثل واکسن فلج اطفال یا جلوگیری از فاجعه تالیدومید رو میاره و میگه این برای کم کردن رنج آدما قابل توجیهه. از طرف دیگه نگاه اخلاقی هست که خیلی منتقده. روی درد و رنج حیوونا تاکید میکنه، بعضی آزمایش‌ها رو بیفایده میدونه و به انسانانگاری اشاره میکنه، یعنی اینکه ما صفات انسانی رو به حیوانات نسبت میدیم و این بحث اخلاقی رو سخت‌تر میکنه. آمار استفاده هم گویا بالا رفته در طول تاریخ، درسته؟ بله. مثلا آمار بریتانیا نشون میده که استفاده از حیوانات تو تحقیقات روندش صعودی بوده. خب اینجا یه کلمه خیلی سنگین استفاده میشه، خیانت. یعنی ما از یه حیوان آزمایشگاهی مراقبت میکنیم، بعد بهش آسیب میزنیم. این تناقض رو چطور میشه فهمید؟ اینجاست که منبع میرسه به معمای موش.
سوالش اینه چرا کشتن یه موش صحرایی تو خیابون انقدر با کشتن همون موش تو آزمایشگاه فرق داره برامون؟ آها، جالبه. چرا؟ جواب منبع توی کلمه رابطه است. اون موش آزمایشگاهی تحت مراقبت ما بوده. به ما وابسته شده. ما بهش غذا دادیم، جاشو تمیز کردیم، یعنی یه جورای مسئولیتش رو قبول کردیم. آسیب زدن بهش بعد از این مراقبت، حتی اگه رابطه ابزاری بوده، تو ذهن ما یه جور شکستن اعتماد، یه جور خیانت به اون وابستگی انگار. پس در نهایت این نیاز عمیق ما به لمس و نزدیکی ما رو به جاهای مختلفی میکشونه، از آرامش کنار حیوان خونگیمون تا اون استفاده های پیچیده و خب بحث برانگیز توی آزمایشگاه‌ها. همینطوره. و این بررسی که تو منابع شما انجام شده خیلی خوب نشون میده که نیاز به تماس فیزیکی چقدر برای ما مهمه و برای پیدا کردن یا جایگزین کردنش چه راههایی میریم که گاهی خیلی عجیب و متناقضه. راههایی که خیلی وقتا ما رو جلوی انتخاب‌های اخلاقی واقعاً سختی قرار میده. منبع توضیح میده که ما چطور نقشای انسانی رو، نقش همراه، نقش کودک، حتی اون نقش خدمتکار ناخواسته تو آزمایشگاه به حیوانات نسبت میدیم. این شاید شما رو هم به فکر فرو ببره. چقدر از کارهایی که ما با دنیای غیر انسانی میکنیم در واقع تلاشیه برای پر کردن جای خالی نیازها و روابط انسانی برآورده نشده تو زندگی خودمون.